سلام به کانال ما خوش اومدید. امروز قراره به بحث درباره رابطه جذاب مرد رمضان دمیر و آفرا ساراتوغلو بپردازیم. بالاخره بعد از تکذیب‌های فراوان مرد آفرا درباره رابطه‌شون امروز عکس و فیلم‌هایی به دست رسانه‌های ترکی رسید که رابطه بین این دو بازیگر رو اثبات کرد. بعد از تموم شدن فیلمبرداری فصل اول سریال چشمچران امارت، این دو بازیگر با هم به تعطیلات رفتن و موقعی که همدیگر رو میبوسیدن دوربینا اونا رو شکار کردن. همچنین یه سری چیزا هست واقعا رابطه‌شون رو تایید میکنه. 1. کامنت قلب گذاشتن برای هم تو اینستاگرام. 2. آفرا اصولا با کسی سکانس مثبت 18 بازی نمیکنه ولی با مرد بازی کرده. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو ما رو همراهی کردید. امیدوارم خوشتون اومده باشه.